طول 2 روز در مؤسسه دولتی مکتب جمهوری مهارت اولیه ورزشی اوید به نمودهای گشتین مسابقه جمهوری اوید به جودو میان جوانان برای دریافت جام استاد ورزشی شایسته جمهوری تاجیکستان جایزه‌دار بازی‌های المپی رسول باقیوف دایر گشت. مسابقه طبق قاعده‌های فدراسیون بین‌المللی جودو از روی 7 وزن میان مردم صورت گرفته غالبان معین گشتند. در روز اول مسابقه از روی 3 کاتگوری وزنی اشتراکچیان میان هم رقابت کردند. در عموم جوانان از خود استعداد بلند ورزشی نشان داده دقت راهبردی تیم ملی کشور را به خودشان جلب کردند. از همه درخشی خوب را در این مسابقه خورسانخور کوگانوف داشت. خصوصا با شکست حریفانش به فینال برآمد و در رقابت نهایی او با عظیم اسدов دست به گریبان شد. از ابتدای نیروسنجی کوگانوف برتری نشان داد، یک وزری خوب کرد و بعدا با امتیاز کامل یک پوند عظیم را شکست داد و صاحب نشانی زرین مسابقه گشت. همچنین باید هنرنمایی یک از نسل‌های جدید باقیوف‌ها علی باقیوف را میتوان قید نمود که در وزن تا 73 کیلوگرم کسی زوری بازیش به آن نرسید. علی در فینال وزن 73 کیلوگرم محمد رجب را شکست داد. لایق به یادآوری است که پهلوان شناخته تاجیک رسول باقیوف سال 2008 در بازی المپیک پکین در وزن تا 73 کیلوگرم سزاوار مدال برنجی شد. او همچنین مدال برنجی چمپیونات جهان را سال 2007 در ریو دی ژانیرو برزیل، مدال برنجی بازی‌های آسیای سال 2010 در گوانجو چین، مدال نقره و 2 مدال برنجی چمپیونات آسیا را به دست آورده 3 مرتبه غالب جام جهان گشته است. رسول باقیوف با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپتامبر 2008 با مکافات دولتی اردن شرف درجه 1 قدردانی گردید. همه سال سطح برگزاری مسابقه مذکور بلندتر گردیده ایستاده است و شماره زیادی دوستداران نماد ورزشی جودو را به هم می‌آورد. قید گردید که در آینده برای قدردانی از دستاوردهای رسول باقیوف در مسابقه‌های تجسیم گردیده جودوکاران خارجی را نیز دعوت بنمایند تا سطح و صفت برگزاری چاره‌بینی بهتر بگردد.